بچه‌ها سلام، چطورین؟ خوبین؟ ما دوباره اومدیم با یه ویدیوی جدید. این سری یه چالشی داریم که خیلی ترند شده جدیداً توی یوتیوب، خیلی رو بورسه، چه ورژن ایرانی چه ورژن خارجی. چالش خنده است. یعنی چی؟ یعنی که حالا باید به روش‌های مختلف تو بتونی حریفتو بخندونی و اگه بتونی که اونو بخندونی اون طرف بازنده است، تو یه جریمه میدی، اون آدمه بعد اون جریمه رو انجام بده. حالا اینکه هر کسی هم به یه شکلی کار انجام میده. ما تصمیم گرفتیم با فیلترهای اسنپ چت این کارو بکنیم. سلام با این ویدیو جدید که اومدیم شما. اینجا قراره که سعید ببازه چون میگم فیلترهای اسنپ چت رو روی صورتمون فیلتر من تو میخنده. نه دیگه از این کارا قرار ببازم. چرا دیگه؟ تو هر کاری میتونی تو فیلتر بکنی. من میتونم فیلتر رو بگیرم مثلا قیافه‌م اینجوری کنم. مثلا هر کسی 10 تا فیلتر انتخاب میکنه به سلیقه خودش و اونو میاره میگیره رو صورت خودش حتی یا رو صورت حریفش و شروع میکنه رو بخندونه و برای هر کدوم از اینا 30 ثانیه هم بیشتر فرصت نداره. شما شروع میکنید تو 30 ثانیه نتونستی منو بخندونی که باختی، میری رو ویدیو دوم، سوم، چهارم، پنجم تا 10 بار. بعد نوبت تمام شد، نوبت منه که بخندونم. اگرم منو نتونستم بخندونم که مساوی میشه دیگه. اگر تو خندیدی من 2 تا توپمو تو سرت میشم. ای بابا تو گیر دادی از اون بازی اولین تخم مرغ رو مو میگیره کله آدم آخه. چه صفتکاری داره؟ باش من که اصلا اول که قرارش ببازم بعد اصلا گیریم که ببازم. من واقعا خیلی جمعم بالاست. تو خیلی میخندی. نه بابا من 20 بار تو رو میخندم. فکر میکنی من یه اپسیون براتر 1 2 3 شروع میکنیم. بچه‌ها سلام، چطورین؟ سلام با این ویدیو جدید. نداری خبر ز حال من نداری که دل به جاده می سپرد. یوبسی واقعا. آقا این اصلا باشه چیزی نمی‌افتاد. 30 ثانیه رو وقت نگرفته بودی. ولی اوکی من الان اینجا شانسم از دست میدم، میرم رو فیلتر بعدی. سلام علیکم عزیزم. خوبی؟ چون؟ قربون جذابیتات برم. دیدین؟ خب یکی چندمیش میدی؟ نه قبول نیست. چرا قبول نیست؟ دیگه بایی اومد. نه دیگه جانسم رو امتحان کردم دیگه دارم چیز خلقت با این چندمیش بود؟ سومی؟ آره بریم سراغ چهارمی. مثلا تو اینجوری نبینی بهتره یه اصول باید میشه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. انتخاب بعدی بود. انتخابم بعد بود. خب این الان چندمیه؟ خیلی خوبه این کندم. چهارمی بود. پنجمیه. این الان پنجمیه دیگه درسته؟ آره پنجمیه. بخوام دیگه. چرا نخندی؟ یکی چمال خدا رو شد. خب این فیلتری که الان میخوام بزنم رود، خب بعد با این فیلتره یه توپ دارم قلقلیه رو برام بخونی. حاضری؟ آره؟ تو اصلا نمیتونی از من استفاده ابزاری کنی. نه خب این رو صورت تو میخونی باش. حاضر؟ 1 2 3 یه توپ خدای من. 2 تا. تو چرا نگاه میکنی؟ مگه داریم امتحان؟ تو نباید نگاه. من میخوام یه دفعه اینو بیارم رو صورت تو و ریاکشن تو رو ببینم. یه متن آماده کن. اصلا همچین چیزی نمیشه دیگه. چرا بابا جرزنی میکنی همش این بازی؟ هی تبصره میخوای بذاری. خب من نمیتونم حرف بزنم
بتونم نخندم. حاضری بریم ویدیو بعدی؟ یس. 1 2 3. چقدر ترسناکه این، بیشتر آدم تو خودش. وای خیلی ترسناکه. خب شیشمی هم همینجوری سوخت دادم. شیشمی بود. میریم سراغ ویدیو هفتم. خب حاضری؟ اینم خیلی خوبه. ویدیوی هفتم میریم که لنا رو داشته باشیم. حاضر؟ 1 2 3. و اصلا این بازی با تو حال نمیده، تو خیلی چیزی. بعد دیگه تلاشم کنم دوبار خندم تو الان. آره خب حاضر؟ یس. تشاد بعد بدونی باشه گفتم 1 2 3. چرا نمیخندی؟ وای یه دونه دیگه دارم. وای چیکار کنم؟ به دادم برسیم فیلتر رو. دوبار خندیدیم اونجوری نکن، من یه بارم نمیخندم. لوس نچسب. اون دوبارم تو با چیز من بخندی. با چی؟ اینکه انتظار داشتی من با اون فیلتر اینجوری حرف بزنم شعر خب دیگه همینه دیگه. خب الان فرض کن که سوار موتور شدی. خب با هم دیگه تو جلو نشستی و من میام ترکت. خب بعد من صدای موتور رو در میارم. این آخریشه؟ یس. نمیدونم ریسکو بکنم. ویدیوی دهم. 1 2 3. اوکی برو آقا دوباره نرا خنده بیا داخل دست شما ناهار. ببین من خدایی جزایی نمی‌کنم مثلا اون کارمو بر اصلا انگار نه انگار که در جریانم. بعد تو میتونی فیلتر رو بیاری رو من و شروع کنی من بخندی. ولی من واقعا با این فیلتر خندم میگیره و همین الان یه لحظه چشم افتاد اینجا قیافه تو رو میبینم با این فیلتر خندم میگیره. نگاه کنم نه خودم جلو خودم رو دارم میگیرم از درونش هم جر میخوردم. بهم خود بعد بهم بگی دیگه دوربین رو بیاری. 2 3. سلام پدر من خودت چرا قشنگ شدی؟ پوله شده باز خواند دردر گرفتم خیلی داری میخندی رو لعنتی رودام زمین جمع کن. عمران برنده خودم سعید این چیه دیگه؟ یه فهمی تداره سیبیل این الان سیبیله؟ سیبیل دارم این بابا 2 تا بیل بیشتر نیست نمیخندم. این چرا بده؟ چی؟ تو با من این کار کردی؟ نه تو مال این چیزا نیستی لنا. تو مال خندوندن نیستی. بابا اینا مدلینگ تو میذاری شبیه اسب شدی. این حیونا چیه تو این چیزا؟ آها الف شبیه الف شدی. الفا شدی. این چندمی بود همجوری لابلاش داری؟ نه با 5می بودی. آره این 5می بود. سعید بیا خسته ولی خب فقط موقع ویدیو من میتونم بعدش که دیگه تمام شد بخندم. اوکی؟ ویدیو ششم میتونی هم ذره خلاقیت به خرج بدی. مثلا به من بگید با این کارو کن، مثلا با اون کارو کن. می‌دونی چی میگم؟ آره یه 2 مصرعی برامون برو. سعدیا خب دیگه اصلا باختم دیگه چرا که بخونم؟ یه دونه من دارم گرم میشم.
دوست دارم درک میکنم بازی ها خب دو دو تا دیگه داریم مساوی شدیم یه 5 تا دیگه هر کی میتونه بره بالاخره باید این بازی برنده بیرون بیاد دیگه تو رو من میگیری من اصلا خودم خندم بگیره بیشتر این فیلتر رو میگیرم صورته ببین حالا دیگه یاد گرفت من که میگفتم یه خوشت اومد تو میگی قوری گل قرمزی قوری گل قرمزی خب بگو الان قوری گل قرمزی وایسا دارم تمرین کنم وایسا تمرین کردم یک دو آقا من اصلا رو خنده دیگه قبول نیست من الان هر چی جون بگیرم میخندم نه قوری گل قرمزی تو میگی خب یک دو سه گل قرمزی قوری گل قرمزی قوری گل قرمزی قوری گل قرمزی نخندیدم اینو نخندیدم اولش اینجوری یه بخیرم اول نه اصلا چیز نبود منتظر چیز جذاب‌تر بودم خب برو بعدی آخرش 10 تا اگر دندونش چطوری حرکت 10 تا یکی دیگه داری درسته؟ آخری تا وای افتاده بودم یه لحظه رو دور خنده ها یه دونه دیگه بعد طاقت بیارم بعد مساوی میشیم بعد دوباره فرصت اینو دارم که لنا رو بخندم ای خدا تو روحت یک دو سه حالا 5 تا دیگه فرصت داریم وای ولی یه جا واقعا افتاده بودم فهمیدم یعنی پخ میگفتی نمیشه بعد ببینید دقیقاً اونجایی که اون فیلتره بود اینجوری گفتی اون بدترین فیلتر چون باهاش آشنایی داشتم یه ذره تو ذهنم بود می‌دونید یه ذره نسبت بهش چیز شده بودم بعداً چی میگم آره مقاومت هم چیز شده بود باهاش آره خب تو با این چیزی که ازش شنیدم نقش زنی بازی می‌کنی که تازه از همون ولی بیرون بعد داری دنبال هولت می‌گردی بعد بچه‌ها هولت رو برداشتن نیستش عصبانی هم هست حاضری 1 2 3 حوله من کجاست؟ مسخره اینجوری تو با بچه‌ها رفتار می‌کنی؟ بچه رو که نمیشه زد داد بعد بزنی حوله من کو؟ بچه هست چرا سرش داد بگو. بزنم؟ حوله من کو؟ آقا تو اصلا خیلی چیزی اینو میگیرم جلو بعد بگی یه روز یه مرده میکوبونه تو بتون میگه نتون اوکی 1 2 3 یه روز یه مرده میخوره به بتون میزنه تو بتون میگه نتون با تو دیگه جوک نگو گریه‌مون گرفت اون چقدر جدی تو آه من واقعا دارم سومیشم پری دومی دومی این دیگه تا جلو میگی موش تو سراخ نمیرم جارو بگیم میشید اوه زن دوزن آمادهش کنم نکن تو خیلی خوش بیاد قبول نیست آب بپاشی بزن روز آماده شی بیو تو هم پاس خنده اوکی حاضری؟ گرفتم جلوت میگه این موش تو سراخ نمیرفت جارو تو ماشونه سریع ها اوکی 1 2 3 موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست موش تو سوراخ نمیرفت تو الان فرض کن یه بزی خب که علف به دهنش داری علف میخوری و داری از اون علف هم از مزه علف هم خوشت نیومده حاضر؟ این چهارمیه؟ آره یه دونه بعد دیگه داری 1 2 3 بابا بجو علف ها رو بخور تو الان خوشت نیومده از مزه نه خیلی بد مزه است شبیه آدمایی بود که خوشت اومده شبیه بزایی بودی که خوشش اومده بزه گرسنه‌اش بود مجبوری علف خورد بابا داری دیوونه میکنی تو چرا اینجوری مثل دیوار بتونی میمونی نتون وای باورم نمیشه بهت گفتم حاضری؟ که من این توانایی رو دارم حاضری؟ یس حالا رو منه اوکی سلام لینا جون خوبی هست سلام قربونت برم تو قربونت برم نه آقا من دارم چند بار؟ هیچ بار؟ آقا چه بازی بدی انتخاب کردم با لینا بریم
بریم. ببین اصلا اینجوری میگم خندم میگیره نمیدونم چرا. من آدم خوشخنده، من خودمم مثل تو نیستم همش تو تریپ و فاز باشم. چیه؟ بگو. ببین الان تو یه دستی که میخوای منو بخارونی. بریم؟ نه من یه دستم که میخوام تو رو بخارونم. بریم 1 2 3. بیا بوده این مال من باختم دیگه. میخوای بری بقیه شهر دیگه. بچه این لابلا که لرا داره این فیلترشو پیدا میکنه، این دکمه سابسکرایب رو بزنید و اینکه لایک کنین. اگر هم با ویدیومون حال میکنین اون زنگوله رو روشن کنین که این بعد ویدیو گذاشتیم براتون سریع براتون نوتیفیکیشنش بیاد. خب بریم دوباره. آقا من باختم دیگه. 2 تا تخم مرغ باید بزنم تو سهم دیگه. چیه؟ الان 2 تا گوشیم بعد انگوش بکنیم تو هم بخوریم. نه ما الان گوشتای یه ماکارونی خودت میخند. من زن خنده تو خندم میگیره. نه این هم خنده دارم. من بیشتر تو خندم میخوام مثل خودت زایت کنم نمیتونم. خب الان فیلتری که میندازم رود رو من میزه اینا که بردارم. نه که تو به نظرم نه این که تو داشته باش. فقط چیزایی که مال جریمته رو سریع بهم تحویل. یعنی چی مال جریمته؟ الان نگاه کن. تخمتیو بده. دست تخم بذاره. خیلی مزه بود واقعا. بیش. اصلا چشام جمع شده دیگه. هم که دیگه خندون به جای اینکه نمیشه. بخندم اش تو چشام جمع شده. خب بچه‌ها متاسفانه من باختم و آقا خیلی مخلصیم. مرسی که ما رو دنبال میکنیم.